همین ویدیو از شما بخشش احترامانه خواهش میکنم هر لحظه که این ویدیو رو میبینین خواهش در نگاه کنین. جای نماز بهترین مقصد شکل و شمایل خوب داره، لیک وقتی که اصل وقتی تو به سجده برکو مقصد میروی این نکردین نگاه کنین در نزد خوب خشوع نگاه کنین که بدبخت یهود یا که نصارا چقدر در دل ما فتنه میاندازه. وقتی که شما این چیزا میبینین نمیفهمین، لیک وقتی که ما در برش خودی ستانه را میمانیم نظر کنیم. ستانه را دیدین آخه ستانه گفته شیطان پرستی بدبختی هستن که تمام برادرها را در میان مکشتن، همه ها ستانه پرستن. نظر کنیم بعد از این ویدیو نظر کنید که علاقه نگاه کنید دو شاخی که در اینجا میبینید گوشهای بز دیدین، سری بز دقیقا تنها چشم ندارن، گوشها با سوی پایان نیستن. هر طرفی که نگاه میکنیم اصلا گل میتابه، تنها دقت ما رو کم ترک جمع میکنن، لیک در مابین نگاه کنید یاشا گل کشیده گیان چسبانده گیان، لیک رو بر روی ما وقتی که به سجده میریم این شاخه را جدا کردن. نظر کنید شاخه علاقه جدا، لیک در مابین رو برای ما شیطان برای ما نگاه میکنه. نعوذ بالله. کسی که این ویدیو را تماشا میکنه از برای الله و تمام مسلمان بر تمام مؤمنان تقسیم کنن از برای الله. این برای کامنتاریا نیست، برای هوس و آرزو نیست، برای بلاگر شدن نیست، تنها از برای که من هم دیدم امروز با شما نمایش میدم. این خودی ستانه همون بزی لعنتی که